من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن. یکی دیگر از بیان خباست ها و ناسپاسی های بنی اسرائیل. الله می فرماید و اذ قلتم یا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. ما هرگز ایمان نمی آوریم تا زمانی که خدا را علنی ببینیم. علنی ببینیم. اینها گروهی بودن. موسی علیه السلام بعد از اینکه تورات کتاب خدا را آورد بنی اسرائیل را چقدر اینها ظلم کردند، واقعا چقدر اذیت کردند پیغمبر خدا را. بنی اسرائیل را گفت که این تورات هست، کتاب خدا هست، هدی و نور هست، لذا میخواهید بدرخشید، میخواهید که نجات بیابید، به این ایمان بیاورید. بنی اسرائیل قبول نکردند، گفتند که این کتاب خدا نیست، ما نمیپذیریم، قبول نمی کنیم. حضرت موسی علیه السلام وعده کرد با قوم که مستقیما از خدا بشنوند. اونها گفتن خب ما مستقیم از خدا بشنویم که کتاب من هست ما قبول میکنیم. بالاخره موسی علیه السلام نمایندگان قوم را که بهترین هایشون بود 70 نفر را تعیین کردند. 70 نفر رفتند در کوه طور. اونجا الله عزوجل کلام فرمودند اونطوری که شأن و جایگاه رب العالمین هست. اینها شنیدند کلام الله را. بعد از اون گفتن باز هم ما قبول نمی کنیم، باید ببینیم. لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. خداوند عزوجل صاعقه را فرستاد. صاعقه آمد و همه اینها را خورد و از بین برد، همه را کشت. اینها از بین رفتند. موسی علیه السلام پریشان شد، دعا کرد بار الها الان که من برم پیش قوم چه جوابی بدم؟ اینها همه از بین رفتند، مردند و قوم به جای هدایت و ایمان گمراه تر میشه. میگه افراد ما را، نمایندگان ما را، سرداران ما را کشتی. الله عزوجل دوباره لطف کرد و اونها را زنده کرد و بعد از اون اینها هم به هر حال اکتفا کردن به همین شنیدن و برگشتن به قوم. گفتند که خداوند کلام فرمود، واقعا تورات کتاب خدا هست، اما به شما اختیار داد. هر که عمل می کند دوست دارد عمل بکند، هر که دوست ندارد عمل نکند. آخر گفتم پس ما حوصله نداریم عمل بکنیم. خداوند عزوجل اینجا آیه بعدی می آید در همین سوره کوه طور را و اذ نتقنا الجبل فوقهم. کوه را الله تعالی حقیقتا هم کنایه از چیزی دیگه نیست برداشت و سرشون قرار داد. عمل می کنید یا نه؟ آخر همه به سجده افتادند و گفتند عمل می کنیم. بله الله می فرماید و اذ قلتم یا موسی، زمانی که شما گفتید ای موسی لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة،
هرگز ما ایمان نمی آوریم به تو حتی که ما ببینیم الله را جهرتن علنی، عیانا ببینیم، علنا ببینیم. فاخذتكم الصاعقه وانتم تنظرون. الله می فرماید شما را صاعقه گرفت در حالی که شما نگاه می کردید چگونه صاعقه از آسمان آمد. اما ثم بعثناکم، نعمت ششم، بعد از این عذاب ما شما را بعث کردیم، بلند کردیم، زنده کردیم. من بعد موتکم، بعد از مرگ شما، بعد از اینکه شما را میراندیم. لعلکم تشکرون، شاید شما بندگان شاکری باشید. حکمت بعثت، حکمت احیاء دوباره، شاید شما بندگان شاکری باشید. وظللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى. بعد از اینکه الله عزوجل فرعون را هلاک کرد، بنی اسرائیل خزائن مصر را برداشتند، آمدند به طرف شام. وقتی که شام آمدند، پادشاهی از قوم عمالقه بر شام و بر ملک آبایی و اجدادی بنی اسرائیل چی کرده بود؟ مسلط شده بود، حکومت می کرد. لذا خداوند عزوجل دستور دادند که شما اگر می خواهید عزت را، لذا بجنگید، با این قوم بجنگید، جهاد بکنید، خداوند شما را ظفر و پیروزی عنایت می کند، عزت و حکومت مال شما میشه. اما بنی اسرائیل گفتند ما نمیتونیم کار را بکنیم، ما جنگ کردن را بلد نیستیم، آمادگی برای جنگ نداریم. لذا خداوند تعالی وقتی که اینها نجنگیدند، خود به خود شهر فتح نشد. اینها در اطراف شهرها و بیابانها سرگردان ماندند، در اطراف شهرها و بیابانها. این که میگن میدان تیه به معنی سرگردان، یعنی سرگردان بودن. چرا سرگردان بودن؟ نه حکومتی داشتن، نه عزتی داشتن، نه مقامی داشتن، نه خانه و کاشانه ای داشتن. خداوند عزوجل اینها را روزانه خیرات میداد، من و سلوا، دیگه کار اینها بلد نبودند. لذا اینها تا چندین سال به همین صورت گذراندند. آخر از این خسته شدند، از اینکه بروند و در یک میدان و در یک بیابان بمانند بلا تکلیف. به موسی گفتن خب ما جرأت رفتن به شهر نداریم، ما یک گوشه شهری جایی که بشه بتوانیم کشاورزی بکنیم، از این خوراکی های من و سلوا هم خسته شدیم. این باز ناسپاسی شد. آخر الله عزوجل دستور داد که یک جایی، عرض کنم که موسی علیه السلام به سنگ زدن، آب برایشون جاری شد، اونجا زندگی کردند تا سالهای سال زندگی کردند. موسی علیه السلام در همین میدان فوت کرد و بعد از اون هارون علیه السلام هم فوت کرد. این نسل اصلا از بین رفتند و نسل جدید، جوانها آمدند، یک نسل دیگری آمد و یوشع پیغمبر که از اصحاب و مقربین موسی علیه السلام بود، به عنوان پیغمبر برای اونها مبعوث شد. اون وقت یوشع گفت که پدران شما از 40 سال هست که اینجا سرگردان هستند، اگر میخواهید که موفق بشید، عزت بیابید، از این تیه و بلا تکلیفی نجات بکنید، از سرگردانی، پس بروید با این قوم جهاد بکنید. لذا جوانان یعنی نسل بعدی آماده شدند. نسل بعدی که آماده شدند با پیغمبر یوشع رفتند، جهاد کردند، جنگیدند، عمالقه را شکست دادند. الله عزوجل حکومت شام را مجددا به اینها داد. بیت المقدس هم فتح شد و بعدا خدای عزوجل دستور داد که وقتی که وارد بیت المقدس میشید با آداب که اون را میخوانیم. الله میفرماید وظللنا علیکم الغمام، سایه کردیم بر شما غمام را در میدان تیه، ابرها را، چون خانه ای نبود، خیمه ای نبود،
چیزی دیگه نبود، ابر بود که سایه میکرد. و انزلنا علیکم المن و السلوا، و ما نازل کردیم بر شما من و سلوا را. من شیره‌ای بود ترنجبین مانند، حلوا مانند، که صبحها بر درختان خود به خود چی میشد؟ بر درختها ایجاد میشد. سلوا پرنده‌ای بود مثل بلدرچین، تقریبا شبیه بلدرچین و کبک مانند بود و بسیار گوشت لذیذی داشت. الله اونها را به کثرت فرستاد، فراوان فرستاد که بنی اسرائیل از اونها میخوردند و ارتزاق میکردند. الله میفرماید و کلو قبل از کلو چی هست؟ و قلنا لهم مقدر است، ما بهشون گفتیم کلوا من طیبات ما رزقناکم. الله میفرماید بخورید از مالهای پاکیزه ای که ما به شما رزق دادیم. اما اینجا سرگردان 40 سال پریشان، آیا این ظلم نیست؟ رب العالمین میفرماید و ما ظلمونا، ما ظلم نکردیم بر آنها، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اما آنها بودند که بر نفسشان، بر جانهایشان ظلم کردند. لذا ظلم کردند، جهاد نکردند تا سرگردان ماندند. بعد از آن وقتی که نسل بعدی آمد اینها جهاد کردند، موفق شدند. اما وقتی که خداوند عزوجل به اونها دستور داد که وارد قریه بشید، مراد از قریه بیت المقدس هست، وارد بشید، با سجده کنان وارد بشید، سجده کنان وارد بشید و حطه بگویید. حطه یعنی مغفره، مسئلتنا حطه، بار اله ما بخشش میخواهیم. اما بنی اسرائیل ناسپاسی کردند. ببینید سجده کنان، اینجا مفسرین با هم اختلاف دارند. بعضی گفتن سجده حقیقی هست. خب سجده حقیقی که باشه معناش اینه که شما وقتی که بر دروازه شهر بیت المقدس قرار گرفتید سجده شکر بجا بیاورید و وارد شهر بشید. اونها نرفتن سجده نکردند. و بعضی دیگر مثل عرض کنم که امام رازی غالبا میگویند که مراد از سجده حالت تواضع و فروتنی هست، یعنی یک حالت تواضع و فروتنی خاصی به خود بگیرید، با یک هیئت خاصی. به طور مثال عرض میکنم، من شما که الله تعالی نصیب بکند به بیت الله بریم، به مکه مکرمه بریم، میتونیم با همین حالت، با همین لباس ها، با همین عمامه و قبا بریم؟ نمیتونیم. اگر بریم بر ما چی لازم میشه؟ دم لازم میشه. باید با یک هیئت خاص بریم، باید لباس کفنی بپوشیم، باید سرمون را، پاهایمون را لخت بکنیم، با یک تواضع و فروتنی و هیئت خاصی لبیک گویان بریم. این آداب مکه هست یا نیست؟ لذا به اونها خداوند دستور داد که برای ورود به بیت المقدس یک آدابی را رعایت کنید. وادخلوا الباب سجدا، شما سجده کنان داخل بشید. این چی هست؟ شکر بدنی هست. و قولوا حطة، شکر زبانی هست. و حطه بگوید ای مسئلتنا حطة. متوجه شدید؟ بله. وادخلوا الباب والمراد بها على المشهور احد ابواب بیت المقدس. مشهور این است که مراد از باب چی هست؟ یکی از درهای بیت المقدس است. و تدعى الان باب حطه، قاله ابن عباس. روح المانی میگه الان هم این در نامش چی هست؟ باب حطه. برای ابن عباس فرموده. لذا الله می فرماید وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، شما متواضع وارد بشید، سجده کنان وارد بشید. و وقتی که وارد شدید ما میگیم لبیک اللهم لبیک، به اونها الله فرمود وقولوا حطة، شما چی بگویید؟ حطه بگویید. مسئلتنا حطة، ما مغفرت میخواهیم. نغفر لكم
اگر شما این سجده ها را، اگر شما این شکرها را، شکر بدنی و شکر زبانی را به جا آوردید، نغفر لکم خطایاکم، ما می بخشیم خطاهای شما را، و نه تنها خطاهای شما را می بخشیم، ثمره خاص شکر، و سنزید المحسنین، ما در مخلصین، در نیکوکاران می افزاییم، یعنی اضافه بر اون بهشون می دهیم، اما به شرط اینکه شما شاکر باشید. رب العالمین می فرماید عناد بنی اسرائیل فبدل الذین، بنویس عناد بنی اسرائیل، رب می فرماید فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، تبدیل کردند، عوض کردند کسانی که ظلم کردند، قولا غیر الذی قیل لهم، سخنی غیر از آنچه که گفته شده بود برای آنها، اونها حتتون را به یک قول دیگه عوض کردند، به جای فروتنی، به جای بخشش، اونها چی می کردند؟ اونها عرض کنم که تمسخر می کردند. بعضی گفتند حتتون، حنتتون گفتند، والله اعلم حنت عربی هست، زبان اونها عربی نبود. متوجه هستید؟ همون طوری که مشرکین مکه بدل کردند. حضرت ابراهیم چی آموزش داد؟ لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. ولی مشرکین مکه چی کردند؟ تبدیل کردند. چی گفتند؟ الا شریکا تملکه و ما ملک، یعنی شرک کردند، به جای توحید شرک کردند. بنی اسرائیل هم همین کار را کردند. همیشه مشرکان مثل هم هستند، نمونه هایشون شبیه هم است. لذا الله می فرماید فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، تبدیل کردن به سخنی، به جمله‌ای که غیر از آنچه که گفته شده بود به اونها. فانزلنا علی الذین ظلموا، ثمره تبدیل، ما نازل کردیم بر کسانی که ظلم کردند، رجزا من السماء، عذابی از آسمان، رجزا من السماء، بیضاوی نوشته طاعون، ما طاعونی بر اونها از آسمان نازل کردیم. خداوند طاعون را نازل کرد، چندین هزار نفر کشته شد به خاطر همین ناسپاسی و کفران نعمت. خدا شهر را برایت آزاد کرده، بیت المقدس را آزاد کرده، به جای شکر نعمت آمدی کفر نعمت میکنی؟ لذا بمیرید. خداوند به وسیله طاعون همه را کشت و از بین برد، جمع بزرگی را. فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا، عذاب بسیار هولناک، التنوین للتهویل، عذاب بسیار هولناک، طاعون بسیار خطرناک، من السماء، از آسمان، بما کانوا یفسقون، با سببی است، به سبب فسقهم، این به سبب فسقهم، ما مصدریه هست، به سبب این که اونها چی میکردند؟ فسق میکردند. به سبب فسقهم المستمر، ابو السعود گفته به سبب فسقهم المستمر. به هر حال در وسط داستان فتح بیت المقدس بود، اما ادامه داستان موسی که بنی اسرائیل به موسی گفتن ای موسی ما چی نداریم؟ آب نداریم، از پروردگار بخواه که به ما آب بده. خداوند موسی علیه السلام دعا کرد، التجای موسوی. موسی از کی خواست؟ از الله. تا وقتی الله نده کار پیغمبر هم نیست. لذا مسلک الانبیاء فی مسئله الدعاء. موسی از رب آب خواست، از رب باران خواست، یا از رب به هر حال چشمه خواست. الله تعالی دستور داد موسی سنگ را بیاور. الحجر گفته، بعضی گفتن الحجر، این حجر حجر معلومی هست، همون حجری که ثوب موسی را برد، لباس موسی را برد. بعضی گفتن همون حجر هست که لباس موسی را برد، و بعضی گفتن یک سنگی را خداوند تعیین کرد که فلان سنگ را به این خاطر الف لام آمده، الف لام عهد است. به هر حال موسی با عصا بر سنگ زد، الله عزوجل 12 چشمه
بر اساس تقسیم بندی که بنی اسرائیل داشتن 12 تیره بودند برای اونها جاری فرمود. الله می فرماید و اذ استسقا موسی لقومه، زمانی که استسقا کرد، آب طلبید، آب خواست موسی علیه السلام لقومه، برای قومش. فقلنا، انعام هشتم و اجابت الهیه، فقلنا، ما گفتیم اضرب بعصاک الحجر، موسی بزن به وسیله عصایت سنگ را. فانفجرت، اینجا اندماج است. فانفجرت آمده، قبل از این مقدر است فضرب موسی. موسی چیش کرد؟ به وسیله عصا سنگ را زد، فوراً فانفجرت، فوراً چی شد؟ منفجر شد، یعنی 12 چشمه جاری شد. فانفجرت منه 12 عینا، فوراً جاری شد از آن 12 چشمه. قد علم كل اناس مشربهم، الله می فرماید هر گروهی مشربشان را می دانستند. هر گروهی چی را می دانستند؟ مشرب را می دانستند که از کجا آب بخورند. الله می فرماید قلنا اینجا چی است؟ مقدر است. کلوا واشربوا من رزق الله، بخورید بنوشید از رزق الله. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، ناسپاسی نکنید، ناشکری نکنید. ولا تعثوا فی الارض، نگردید در زمین، مفسدین، در حالی که فساد بکنید. ببینید عثو هم گشتن همراه با فساد را میگویند. مفسدین حال هست، حال مؤکده هست، یعنی فساد نکنید در حالی که بگردید برای فساد. و اذ قلتم یا موسی، نعمت دیگر به موسی علیه السلام گفتم بر این یک نوع طعام که من و سلوا هستی اکتفا نمی کنیم. و اذ قلتم یا موسی لن نصبر على طعام واحد، زمانی که گفتی شما ای موسی لن نصبر، هرگز ما صبر نمی کنیم، على طعام واحد، بر یک طعام، بر یک نوع طعام. فادع لنا ربک، مطالبه دعا، باز هم دعا کن، همونطور که آب خواستی، بخواه برای ما ربت را از رب خواه. یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها، اخراج کند، بیرون بکند برای ما، مما تنبت الارض، از آنچه که میرویاند زمین، من بقلها، از سبزیجاتش، و قثائها، و از خیارش. قثا چی میگن؟ خیار چنبر را. و فومها، و همچنین سیر، بعضی میگن فوم سیر، بعضی میگن گندم. و عدسها، و عدسش، و بصلها، و پیازش. یعنی این قوم ناسپاس و ناشاکر، اینها لایق نبودند که من و سلوای بهشتی بخورند، اینها پیاز بخورند سزاوارشون هست، خوراک پیاز برایشون مناسب هست. بله، آخر این نیست که الله از اینا نگفته اون بند بشه، اینها هم باشه، ولی خداوند او را قطع کرد. من و سلوا را چی کرد خداوند؟ قطع کرد. بقلها سبزیجات، قثائها خیار چنبر، و فومها عرض کردم که یا سیر یا گندم، و عدسها عدس، و بصلها پیاز. قال اتستبدلون، استفهام موسی برای اظهار تعجب است. موسی علیه السلام ابتداء تعجب می کند. اتستبدلون، آیا تبدیل می کنید، عوض می کنید، الذی هو ادنا، اون نعمتی که هو ادنا پایین تر هست، بی ارزش هست، بالذی هو خیر، در مقابل اون نعمتی که خیر هست، مستقیما رحمت الله میبارد. آیا این رحمت را، این نعمت را که مستقیم میآید، این را میخواهید به پیاز عوض کنید؟ اگر اینطور هست الله تعالی اجابت فرمود. الله فرمود اهبطوا مصر، اجابت الهی، برید شما پایین،
پایین برید از این جای مکان مرتفع، برید کناره شهری، یک شهری اونجا که شما از خود حکومتی ندارید، با ذلت زندگی بکنید، برای مردم زمینهایشون را بگیرید، کشت و کشاورزی بکنید، یه چیزی بخورید، یه چیزی بدید. فإن لكم ما سألتم، برای شما آنچه که شما بخواهید. ببینید اینجا مفسران استنباط کردن که موسی علیه السلام دعا نکرد، بدون دعای موسی، چون که اینجا گفت ادعو لنا ربک. موسی تعجب کرد، یعنی چه؟ نکنید این کار را. ولی خداوند بدون دعای موسی بخواسته اونها چی کرد؟ اجابت کرد. به تو اجابت الهیه بدون دعای موسی. در اول دعا بود، اذ استسقى موسی لقومه. پس اینجا بنویسید فإن لكم ما سألتم من غیر دعای احد، بدون دعای کسی. ولا يليق لي ان ادعو، موسی میگه برای من مناسب نیست من دعا بکنم. خداوند بدون دعا پذیرفت، به شما داد. فإن لكم ما سألتم، بنویسید من نبات الارض، آنچه که میخواهید از نبات ارض برایتون هست. و ضربت علیهم الذلة والمسکنه، رب العالمین میفرماید بر آنها ذلت و مسکنت زده شد. یعنی چه؟ ذلت و مسکنت برای اینها ثبت گردید. ذلت و مسکنه هر دو ثمره دنیویه هستند. ذلت و خاری، ذلت و بدبختی، این ثمره دنیویه. و باءوا بغضب من الله، این ثمره اخروی هست. اینها رجوع کردند، مواجه شدند با غضب و خشمی از الله. خشم الله، الله هر چی نعمت میده اینها چی میکنند؟ ناسپاسی میکنند. الله میفرماید ذالک بانهم كانوا یکفرون، این علت، این بسبب این است که آنها کفر میکردند به آیات الهی. و یقتلون النبیین بغیر الحق. دلیل اول این ذلت و مسکنه چیه؟ ذالک بنویس علت، كانوا یکفرون بنویس دلیل اول، و یقتلون النبیین بنویس دلیل دوم. ذالک بانهم، این ذلت و مسکنت به خاطر اینکه آنها بودند یکفرون، کفر میکردن به آیات الهی. و دیگه چی؟ و یقتلون النبیین بغیر الحق، و انبیا را بنا حق میکشتند. مگر کشتن به حق هم داریم؟ یقتلون بغیر الحق بنویسی بزعمهم یا علی زعمهم، بر اساس گمان خودشون هم میدانستند که بنا حق است. یعنی خودشون این کار را به حق نمیدانستند، یقین داشتند که ما بنا حق این فرستادگان خدا را شهید کردیم و کشتیم. ذالک بما عصوا، این هست علت العلت. این چی هست؟ علت العلت. چرا اینها اینقدر سرکش شدند، کفر کردند، بهترین بندگان خدا را شهید کردند؟ الله میفرماید علت العلت چی بود؟ نافرمانی و تعدی و تجاوز. نافرمانی و تعدی و تجاوز. الله میفرماید ذالک بما عصوا، این به سبب اون بود که اونها نافرمانی کردند. و کانوا یعتدون، اونها بودند متجاوز. یعتدون یعنی تجاوز میکردند. تجاوز چیشون بود؟ پیشهشون بود، کارشان بود. اینجا علامه ابو السعود می‌نویسه ای جرهم العصیان و التمادی فی العدوان. چه چیزی اونها را کشید به این روز؟ به کفر و به قتل انبیا. جرهم العصیان، نافرمانی خدا. گاهی نافرمانی و گناه کوچک دست عرض کنم که کار به دست میده، انسان را بدبخت میکنه. لذا جرهم العصیان، نافرمانی، و التمادی فی العدوان، این که در تعدی و تجاوز ادامه دادن، یک بار نبود، همیشه. الی ما ذکر من الکفر و قتل الانبیاء، اینها باعث شدن که باعث به چی برسن؟ به کفر و
قتل انبیا. فان الصغار الذنوب. ببینید نکته بسیار مهمی علامه ابو سعود بیان کرده، برای ما مهم است. فان صغار الذنوب، بدون شک گناهان کوچک، اذا دوم علیها، وقتی که مداومت بشه، یعنی کسی همیشه گناه کوچکی انجام میده، میگه گناه کوچکی است، صغیره هست، همیشه بلا تشبیه بدچشمی میکند، خیانت چشم انجام میده، این تا آخر بر این صغیره نمیمانند، این آخر منجر به گناه کبیره میشه، آخر العیاذ بالله منجر به زنا میشه. لذا میگه اذا دوم علیها، وقتی که بر او مداومت بشه، عدت الی کبارها، باعث میشه که انسان چیکار بکند؟ گناه بزرگ انجام بده. کما ان مداومت صغار الطاعات، چنانچه کسانی که بر طاعتهای صغار مداومت بکنند، مستحبات را انسانها بجا بیاورند، آداب را رعایت بکنند، کوچک کوچک را چی بکنند؟ رعایت بکنند، مؤدیتا الی تحری کبارها، اینها توفیقات بزرگ را پیدا میکنند، حاصل میکنند. ابو سعود ببینید گاهی یک عملی هست که عمل زیاد مهمی نیست ولی همیشه شما انجام میدید، همیشه ادایش میکنید، خداوند از شما کاری میگیرد که در حد جهاد اکبر باشد، اون کاری که در توانتان نبود، در ذهنتان و در تصورتان نبود، ولی خداوند شما را سبب میگرداند، چون که شما بر کارها یک کوچک، آداب، طاعات، مستحبات، سنن، نوافل مداومت کردید، محکم گرفتید اینها را. همچنین بالعکس یک انسانی هست گناه کوچکی و صغیره به زعم خودش انجام میده، همیشه انجام میده، آخر کاری میکنه، کاری از دستش صادر میشه که پشیمان میشه و پشیمانی سودی نداره، امکان داره قتل نفس بکنه، امکان داره جنایات بزرگتر از دستش صادر بشه. لذا انسان فکر نمیکنه چی شد من اینطور این گناه بزرگ را کردم، آخر ببینه انسان که برای کوچک ها بی‌پروایی کرده. لذا اینجا الله تعالی ذالک بما عصوا، چرا کفر، چرا انبیا را قتل؟ بخاطر این علت است، بخاطر نافرمانی، و کانوا یعتدون، بخاطر تجاوزاتی که اونها داشتن تجاوز میکردند. صدق الله مولانا العظیم. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين، جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين، أسمى المعاني في السطور، نسمو بها دنيا ودين، نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين، في حفظه تحلو الأمور، ما خاب من يرجو المعين، نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين، بدلائل النور المبين. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين، جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين.